حيث بدأ بالتعليم عنه وهو ابن 22 سنة. یعنی امام ابو حنیفه وقتی که به مجلس حماد ابن ابی سلیمان بار اول نشستند 22 ساله بودند و 18 سال ملازمت کردند من غیر انقطاع ولا نزاع. یگان روز ترک نکرد، کندشوی نداشت، از درس غایب نمیشد، همیشه حاضر بودند. با تمام کمال احترام از استاد علم گرفتند. در کتاب روائع ابی حنیفه و ما ادراک من محمد، یعنی روائع بزرگی های امام ابو حنیفه و ما ادراک من محمد، تو میدونی نعمان کیست؟ این نامی کتابشون همین خیلماندیان عالم در همین کتاب ذکر کرد. و ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که قدیمت البصره، بار به بصره آمدم، یعنی سفری بصره کردیم. انسان گاه ها از شهر خودش و دیگر شهرها سفر میکنند. فظننت انی لا اسأل عن شیء الا اجبت فیه، گمان کردم که تمام سؤال ها که به من داده میشد جواب میدم. فظننت لا اسأل عن شیء الا اجبت فسألونی عن اشیاء لم یکن عندی فیها جواب. یه سؤال های آمد که در نزد من به اون سؤال ها جواب نبود و سؤال ها جواب ندارم. فجعلت على نفسی الله افارق حمادا حتی یوم، پس نیت کردم که حماد ابن ابی سلیمان را مفارقت نمیکنم، از او جدا نمیشه، همیشه از او علم میگیرم تا زمانی که زنده هست. فصحبته 18 سنه، 18 سال هم صحبتی کرد تا وفاتشون، 18 سال علم گرفتم. این اسلوب علم آموزی هست برادر عزیز.